دوستان تیبا سوار، ساینا سوار و کویک سوار، یکی از مشکلات رایج این موتور، این ماشین اینه که شما زمانی که پدال کلاژ رو میگیرین یه صدای جیرجیری از سمت تسمه‌های ماشین میاد. خیلی برای این ایراد، خیلی از مالکا یا دوستای همکار ما برای این ایراد گیربکس رو باز میکنن، بربرینگ‌های سر و ته شافت، بربرینگ کلاژ عوض میکنن، سمت تسمه‌ها، تسمه تایم، نمیدونم تسمه دینام، فولیا رو اینا رو عوض میکنن، ولی باز ماشین درست نمیشه. دوستان این ایراد مربوط میشه به بغلیات آقانیای این ماشین. دلیلش هم اینه که میلنگ پرایده و هیچ تغییری نکرده، ولی اومدن دیسک و صفحه و فلای ویل رو بزرگ کردن، از سایز 185 به 215 تغییرش دادن. زمانی که شما کلاژ میگیرین فشار زیادی روی بغلیات آقانی‌ها و باعث میشه که بعد یه مدت بغلیات آقانی‌ها خورده بشه و میلنگ بازی طولی داشته باشه، توی طول موتور حرکت بکنه. زمانی که شما پاتو روی پدال کلاژ میذاری یه فشار میده به فلای ویل و بغلیات آقانی تحت فشار قرار میگیره و فولی سر میلنگ از جاش مقدار میاد جلوتر و باعث میشه تسمه ها جیر کنه. برای این ایراد حتما باید اول برین بغلیات آقانی ها رو چک کنین، بعد بیاین سراغ بقیه داستان.